درود میگم به بیننده عزیز رادیو آزادی و به همه آنهایی که همین ثانیه ها به ما پیوستند و یا در چند ثانیه بعد با ما همراه میشوند. شعله گل خوجه هستم که دیگر بار در روبروی شما قرار میگیرم و حالا در پراگ ساعت 10 حدود دقیقه است و البته من بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر با همه شما در پخش مستقیم رادیو آزادی در برنامه خبری که 15 دقیقه دوام میکند و میخورم. اما قبل از شروع این برنامه چون همیشه برای شما خواهم گفت که تا این لحظه ها کدام خبر و گزارش ها به دست ما رسیده است تا اینکه شما نیز در جریان باشید و بعدا تفصیلات این خبر و گزارش ها رو ما برای شما ارائه خواهیم کرد. سنجش پالاتای صبح چند مقامدار رو از کرسی محروم کرد. بنا به معلومات این نهاد تنها در نیم ساله اول میلیون ها سومانی از اندوز پنهان نموده را آشکار کردند و 10 نفر کارمندان دولتی به جزای ماموری کشیده شدند. پالاتای صبح 6 سال پیش در تاجیکستان تأسیس یافته شفافیت و درستی خرج مبلغ‌های بودجه و فعالیت‌های مالیوی مؤسسه‌های دولتی را نظارت و تفتیش می‌کند و مسئولین این نهاد باز چه حرفا گفتند و کدام نمایندگان مقامات کشور از وظیفه خود برکنار شدند. شما بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری با تفصیل خواهید فهمید چون همکاران ما در نشست خبری این نهاد در شهر دوشنبه شرکت داشتند. کارخانه های آهنگدوزی ضررآور رو میبندند. مقامات توجیک فعالیت کارخانه های خودساخت رو که علاقه زیانش هم به محیط زیست و هم به سلامتی مردم رسیده است باز می‌دارند. اکثریت این کارخانه ها که صاحبانشان چینی ها هستند در محل های نزدیک به منزل های ساکنان عمل کرده. کارمندانش معمولا در شرایط نامساعد کار میکنند. چرا تنها با گذشت چندین سال مقامات تاجیکستان نو چنین تصمیم را روی دست گرفت؟ در برنامه برای شما خواهیم گفت. ازبکستان در تاجیکستان مکتب و بیمارستان می سازد. بر اساس سازشنامه همسایه کشور در سپیتامین ولایت ساخت مکتب و در قبادیان ولایت ختلان بیمارخانه بنیاد خواهد کرد. ظاهرا این اولین تبادل ساختمانی میان این دو کشور همسایه است که بعد 20 سال روابط سرد این دو کشور روی دست گرفته می شود. خب در نظر است که تابستان امسال پرزیدنت تاجیکستان امالی رحمان با سفر جوابی از ازبکستان دیدن نماید. خب میبینیم که در جریان این سفر باز چی سازشنامه های دست خواهد آمد. خورده ها پشیمان، نخورده ها در ارمان. مهاجران تاجیک شامل شدن تاجیکستان را به اتحاد اوراسیا آرزو میکنند زیرا باور دارند که بعد این زندگیشان در روسیه رنگ دیگر میگیرد. اما مهاجران قرغیز میگویند عضویت کشورشان در این سازمان برایشان فایده نآورده است. آنها همان با آزار و اذیت پلیس و بیگانه ستیزی در این کشور مهاجرپذیر روبرو میشوند. خب دو پهلوی یک تنگه رو در صحبت مفصل شما در برنامه خواهید فهمید و باوری داریم که شما در این برنامه ما را همراهی میکنید. کسی توکل کرد تربوزش فراوان شد. بعضی کشاورزان در ولایت ختلان با وجود خشکسالی و حمله حشرات توانستند از تربوز حاصل خوب بگیرند و این شب روز به اصطلاح کردشان بالای روغن است. این هم در حالی است که طول یک هفته اخیر نرخ تربوز در کشور بالا رفته و طلبکاران آن خیلی زیاد بوده است. خب تفصیلات را ما در یک گزارشی ویژه برای شما در برنامه خبری پیشنهاد شما خواهیم کرد و تا شروع برنامه باز خبرهای دیگر را ما در برنامه حتما میگیریم و فراموش نکنید که تا این لحظه ها در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب علاقه چند نوار دیدنی گذاشته شده است از جمله در رابطه با احتمال بالاروی نرخ برق و گاز طبیعی در تاجیکستان و همچنین نرخ و نوای سبزیجات در بازارهای کشور و باز چندین مطلب هایی که فکر میکنم برای شما نیز جالب خواهند بود. ما را در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی که در بازم همین کانال آزادی ویدیو بعد از 3 ساعت دیگر یعنی ساعت 1 به وقت پراگ و ساعت 4 به وقت شما وقت دوشنبه تقدیم شما می شود همراهی کنید و صفحه های رادیو آزادی رو همچنین در شبکه‌های اجتماعی نیز جستجو کنید که آنجا نیز همکاران ما خبر و گزارش‌های تازه را همیشه میگذارند. ما شما را منتظر میشویم.